دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ با توجه به اینکه این روزا قیمت انواع جواهرات از جمله طلا و نقره بالا رفته، خب با این حساب باید کیفیتش هم بالاتر میرفته، ولی خب هموطنان چه بگم، کلاهبرداران و دغل‌بازان این بیکار نبودن و یه جیرایی اومدن که مردم سرکیسه کنن. حالا بهتون نشون میدم که با همین چی بهش میگن روی با چدن چطور انگشتری مثل نقره درست میکنن و به مردم میدن. مثل نقره، اصلا تفاوتی با نقره نداره به هیچ عنوان. فقط نه با صدا و نه با آهنربا. این آهنربا ایریدیومه، اصلا هیچ آهنربا ایریدیومه به هیچ عنوان دفع نمیکنه. هر کسی میگه که نمیدونم دفع میکنه نقره رو نمیدونم یخ آب میکنه، علیکیه. فقط با یک آزمایش میشه صحت نقره رو فهمید. اینم با وایتکس. یه ذره وایتکس میخواد، ببخشید یه لحظه معذرت میخوام. آره یه ذره وایتکس فقط به هر کدومشون اگه بزنین این مثل طلا، این آلومینیوم، این هم چدن. حالا بهتون نشون میدم. نه فقط مس سیاه میشه، فقط این نقره سیاه میشه دیگه. به هیچ عنوان روی اینا هیچ گونه تأثیری نداره. فقط رو این تأثیر ببینید، فقط رو این تأثیر داره. به هیچ عنوان رو هیچ موادی تأثیر دیگه نداره، رو هیچ تأثیر نداره به هیچ عنوان. این سکه نقره چیز طلا و مثل قدیمیه، اصلا هیچ گونه تأثیری نداره. اینم نگاه کنید، هیچ گونه تأثیری نداره. اینو خریده بودن، نگاه کنید، هیچ کدوم تأثیر نداره. من انواع استیل و نمیدونم چه آزمایش کردم، به هیچ عنوان تأثیر نداره. خواهش میکنم گول این چیزا رو نخورید و فقط با چیز این وایتکس دیگه به هیچ عنوان با هیچ ماده الا اسید سیتریک باشه. اسید سیتریک هم دست همه نیست، فقط کافیه یه ذره با چوب پنبه بکشید بهش، معلوم میشه. گول نخورید عزیزان من. قربان شما، ممنون. ملوان جنوب هستم.